نکته جالبی در همین راستا فخرالرازی رحمه الله در تفسیرش میگه. وقتی بحث میکنه فخرالرازی در رابطه با اینکه انسان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مؤمن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، توصیه هم شده و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. بالاخص وقتی انسان احساس فتنه میکند، وسوسه‌گر وسوسه میکند، به الله عز و جل پناه بجو از شیطان و شرش، از مکرش، از نیرنگش. نکته جالبی که امام فخرالرازی رحمه الله میگه وقتی انسان میگه اعوذ بالله، یعنی اعتراف است از جانب انسان به عجزش و ناتوانیش و از طرفی به قدرت الله عز و جل. یعنی به خدا داریم میگیم خدایا من در برابر مکر و نیرنگ شیطان ضعیفم، ناتوانم، یارای مقابله با مکر و نیرنگ ابلیس ندارم مگر در سایه نجات تو و کمک و مساعدت و همراهی توی الله. یعنی اگر من از تو دور شدم سری شیطان مرا میرو باید. لذا میگه که فخرالرازی ادامه میده، میگه این دلالت بر این میده که ما هیچ وسیله‌ای و هیچ راهی برای رسیدن به الله عز و جل نداریم، نمیتونیم به خدا برسیم مگر به این که یقین و باور داشته باشیم که عاجز و ناتوانیم و شکست نفسی بکنیم در برابر الله عز و جل و خودمونو بسپاریم به خدا. مثال جالبی ابن قیم داره رحمه الله، میگه که مثال انسان در برابر توطئه های ابلیس و شیطنت شیطان مثل این میمونه. حالا یک مثال برای تقریبه، میگه اگر یک گله‌ای، اگر گوسفندی در برابر حیوانات درنده قرار بگیرد، اگر چوپان به دادش نرسه تکه پارش میکنن. اگر ما خودمونو تحویل الله ندیم، هر لحظه بایستی خودمونو بسپاریم به خدا، به قدرت او، به علم او، به کمال او، به غنای او بسپاریم، بگیم خدایا من هیچم، اگر تحویلم نگیرید نابود میشم. اینگونه خودمونو به خدا بسپاریم، با خدامونو راز و نیاز بکنیم. زمان تضرع ما چقدر بهره میبریم از خلوتها. یکی از قضایای بسیار مهم ایمانی و دینی و عبادی که در زندگی ما مسلمان ها ممکنه فراموش شده یا کمرنگه، نبود تضرع و عبادت در تنهایی و خلوت. کارها میکند، اگر توصیه به نماز شب شده به خاطر خلوتشه. اگر پیغمبر علیه السلام اعتکاف میگرفتن در ماه مبارک رمضان، خلوت اون بود. که یه بحث مهمیه که یه وقتی نیاز مورد بررسی قرار بگیره.